سلام به همه. امروز میخوام به داستان تکان دهنده محمد علی سلامت بپردازم. مردی که نامش سراسر ایران رو به لرزه درآورده. سلامت یک درنده سریالی بود که جنایاتش بیش از 2 دهه ادامه داشت و از زمانی که تنها 20 سال داشت شروع شد. در ژانویه از SSS سلامت بالاخره دستگیر شد. شیوه عملش این بود که زنان آسیب پذیر رو با وعده‌های دروغین ازدواج فریب میداد. این زنان که اغلب از نظر عاطفی ضعیف بودند در دام او میافتادند و مورد تجاوز وحشیانه قرار می گرفتند. دستکاری سلامت به همین جا ختم نمی شد. او همچنین از قربانیانش اخاذی می کرد و از عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن برای جلوگیری از افشاگری آنها استفاده می کرد. رنج روانی برای برخی بیش از حد تحمل بود. متاسفانه چند تن از قربانیان که قادر به تحمل بار این آسیب روحی نبودند به زندگی خود پایان دادند. وقتی خبر دستگیری او منتشر شد، قربانیان بیشتری جلو آمدند و ابعاد کامل اقدامات شنیع او را آشکار کردند. مقامات همدان در تعقیب او بی امان بودند. با تلاش‌های مشترک وزارت دادگستری و نیروهای انتظامی محلی، سلامت هنگام ورزش در پارک دستگیر شد. دستگیری او آغاز یک نبرد حقوقی بود که به صدور حکم اعدام منتهی شد. محاکمه بسیار شدید بود. شواهد قاطع بود. تصمیم دادگاه روشن بود. محمد علی سلامت به اعدام محکوم شد. تیم دفاعی او سعی در تجدید نظر داشت، اما دیوان عالی کشور حکم اولیه را تایید کرد. در یک سحرگاه سه‌شنبه سلامت به سرنوشت خود رسید. اعدام او به طور گسترده در رسانه‌ها پوشش داده شد و بسیاری از اجرای سریع عدالت استقبال کردند. این پرونده جامعه را به لرزه درآورد، ترس و خشم را برانگیخت، اما همچنین احساس تلخ عدالت را به همراه داشت. اعدام سلامت فقط مجازات یک مرد نبود. این یک هشدار جدی برای دیگران بود که ممکن است به ارتکاب چنین اعمال شنیعی فکر کنند. پیام روشن بود: دستگاه قضایی در وظیفه خود برای حمایت از بیگناهان و حفظ امنیت اجتماعی تزلزل نخواهد کرد. این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به خشونت جنسی در ایران، اثری پاک نشدنی بر آگاهی عمومی بر جای گذاشت. یادآوری شدیدی از تاریکی‌هایی بود که می‌تواند در جامعه وجود داشته باشد، اما همچنین یادآور قدرت و عزم برای مبارزه بود. خب، این داستان تکان دهنده محمد علی سلامت بود. یادآور سردکانده‌ای از اهمیت هوشیاری و قدرت روح انسان در جستجوی عدالت است. مراقب خودتون باشید و به یاد داشته باشید صدای شما مهم است. از تماشای این ویدیو متشکرم. اگر این ویدیو برای شما آموزنده بود، لایک، نظر و اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. تا دفعه بعد مراقب خودتون باشید.